پزشکیان گفتن که اونایی که سیم کارتشون سفید بود و دستور دادین سیم کارتشون سیاه شه تا حساب کار دستشون بیاد. اینو نمیشه راستی آزمایی کرد که، یعنی ما نمیتونیم بریم اینا رو بگیریم مثلا مرورگرشون رو بزنیم ببینیم بذار من این چیز وارد کنم ببینم میره تو یا نه. اونم ممکنه الکی ما بگه ای وای آره متاسفانه دیگه برای من فیلتر شد و اینا. چون می‌بینید به ما که تا الان راستشو نگفته بودید، شاید از این به بعدم نگید. آقا اگر همه محرومیم از یه امکانی همه محروم باشیم، نه اینکه یه عده مثلا اینایی که بهشون داده بودید واقعا می‌بینید جالب نبود مثلا بگیم حالا مثلا به پروفسور سمیعی میدادید آدم میگه آقا به پروفسور سمیعی داده، ولی اینایی که شما بهشون داده بودید اینترنت سفید که هیچی یارانه‌شون هم باید قطع می‌کردید، یعنی اون کاغذ رسید کارت ملیشون هم باید پاره می‌کردید. نکنه کارت ملی اون رو هم زودتر داده بودید برای ماها فقط رسیده. آره ولی روی شهر خوبیه، اگر مانعی از جلوی ما بر نمی‌دارید برای اونا مانع ایجاد کنید. بعد اینا یه مدت سیم کارت سفید داشتن یعنی یه مدت امکانات بیشتر داشتن، اینو نباید جبران کنیم تلافی کنیم. اگر راه داره براتون مقدوره یه مدت مثلا یه سری چیزا برای اینا فیلتر باشه که برای ما نیست.